هر انسان روی کره زمین یا در هر جای دیگری با دو پله سر و کار داره. یک پله عقل که این پله شامل علم و دانش، فن و تکنیک، راه و روش و پند و نصیحت. پله دیگر پله عشق هست که ذوق و شوق، وجد و سرور، حیرت و تعجب، ایثار و فداکاری، مهر و محبت و اینجور چیز هست. با سعی و کوشش نمیشه عاشق شد، با صرفاً ذوق و شوق نمیشه یک ماهواره رو به فضا فرستاد. یک دنیای ابزاره، میتونیم اونو دنیای ابزار بگیم، و یک دنیایی داریم که دنیای بی ابزاری است، دنیای دل، دنیای عشق. تمام کارها، حرکات انسان یک نمود عملی و فیزیکی داره، یک بعد کیفیتی داره. بعد کیفیتی کارهایی که انسان انجام میده کار دله، اونو دل تعیین میکنه. همه مثلا سر کارشون میان، ولی کی با علاقه‌مندی سر کارش هست، کی با عشق کاری رو انجام میده. مثلا عده زیادی در دنیا عبادت انجام میدن، در عباداتی هستن، اما کیفیت این عبادت رو چه چیزی تعیین میکنه؟ کار دل. اون چیزی رو که در مورد انسان به دل و به عشق ارتباط داره، اسم اون رو میگذاریم دنیای بی ابزاری، یا به طور اختصار میتونیم بگیم دنیای عرفان. عرفان عملی یعنی اون چیزی که میخوایم با استفاده از این دنیا عرضه بکنیم و ارائه بکنیم، مربوط میشه به دنیای بی ابزاری یا دنیای دل. حالا ممکنه که گفته بشه مگر با همچین دنیای کاری هم قابل انجام هست؟ عقل گوید شش جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها. در دنیای عشق هم یک کارهایی به طور عملی قابل اجرا هست. لذا وقتی میگیم که فرادرمانی رشته است عرفانی، یعنی یک نمود عملی داره که میتونیم ببینیم که حتما کاری انجام شده که اسمشو میذاریم فرادرمانی، اما در آن از هیچ علم و دانش و فن و تکنیکی هیچ کدوم استفاده نشده، یعنی بدون ابزار این کار صورت گرفته. افراد ابتدا به ساکن لازم هست که آشنایی عملی با هوشمندی حاکم بر جهان هستی یا با شعور الهی آشنایی عملی پیدا بکنن. تا به صورت عملی این آشنایی پیش نیاد، همه چیز در قالب حرفه، یعنی میشه عرفان نظری. لذا افراد طی این دوره مفهوم اتصال رو بهش میرسن و به دنبال پیدا شدن اون اتصال و متصل شدن مبادرت به کار عملی میکنن و اون هوشمندی الهی رو در جریان عمل به کار میبرن و به طور عملی متوجه میشن که این هوشمندی، این شعور وجود داره. این میشه پایه کار برای هر کسی که میخواد این مسیر عرفانی رو طی بکنه. بعد از اون با ایمان و یقین نسبت به هوشمندی و شعور الهی کارها ادامه پیدا میکنه. طبیعی است وقتی ما فهمیدیم که شعور الهی وجود داره، نسبت به وجود خودش یک مسائل و مشکلات ما حل شده دیگه. چون گفته میشه روشن بنگر که آفتاب است، آن نور که خوانیش تو مهتاب. با نگاه کردن به نور مهتاب ما پی به نور خورشید میبریم. با پی بردن به شعور الهی پی به وجود خودش هم میتونیم ببریم و وصل به اونها انجام میشه. چون این عرفان متکی به وصله، متکی به اتصاله. چیزی نداره که فرضاً در یه دوره کسی بخواد حفظ کنه، کسی بخواد یاد بگیره. اتصال که انجام بشه اون کار صورت میگیره و در واقع چیزی غیر از اتصال در این عرفان وجود نداره. این در عرفان عملی
چیزی جز اتصال نیست و ما اعتقاد داریم که کمال به ریاضت نیست. همونطور گفتم پایه و اساس تعالی انسان اشتیاقه. انسان اگر مشتاق باشه اون رحمانیت عام الهی در اختیارش هست و میتونه استفاده کنه و انسان در واقع برای این روی زمین نیست که به خودش زجری بده، بلایی سر خودش بیاره، شکنجه‌ای به خودش وارد بکنه. کافیه که مشتاق باشه. وقتی که اون اشتیاق وجود داشت، حکمت الهی ایجاب میکنه که طبق قانون بازتاب فرد مزد اشتیاق خودش رو بگیره. این مزد اشتیاق همون کمال، همون تعالی است، همون رسیدن به ادراکی، به رسیدن به هر حال اشراق و روشن شدگی است. نام عرفان حلقه از اینجا به روی این عرفان گذاشته شد که مبتنی بر استفاده از حلقه های متعدد رحمانیت عام الهی هست که در هر حلقه ما قادر میشیم کاری رو در جهت تعالی انجام بدیم. یه سری از حلقه ها در خدمت این مسئله است که اگر انسان افتاد بلندش کنیم. مثال بزنم، یک بچه حتما زمین میخوره. وقتی زمین میخوره بزرگتر دستشو میگیره، بلندش میکنه، میزنه پشتش، میگه بچه جون مواظب باش، جلو پاتو نگاه کن. این وظیفه بزرگتره و بزرگتر با وجودی که میدونه بازیگوشی بچه و سهلنگاری اون بازی زمین خوردن شده، ولی باز دست او رو میگیره و بلندش میکنه. ما طی مراحل مختلفی ثابت میکنیم که بیماری مسئله زمینی، بیماری چیزی نیست که خدا به انسان بده. طی مراحل متعددی ثابت میکنیم که بیماری زمینی است و مسئله است که انسان به وجود آورنده اون هست. و اینی که ما میگیم در مواقعی که بیماری و مشکلی پیش میاد بگیم خدا بد نده، خدا هرگز به انسان بد نداده و بد نمیده. خب بعضی از تسهیلات این حلقه ها برای اینه که انسان رو بلند کنه. حالا انسان مریض شده، قطعاً بر اساس اشتباهات خودشه که مریض شده، قطعاً اینو ثابت میکنیم. اما راه اینه که زیر بغلشو بگیرن بلندش کنن و بگن جلو پاتو نگاه بکن، این راه رو گذاشتن. در مورد فرادرمانگر شدن بلا استثناء افراد میتونن فرادرمانگر بشن مگر کسی خودش نخواد، وگرنه اصلا مردودی نداریم، چه خودشون سالم باشن چه ناسالم باشن چه معلول باشن. ضمانت خیر. چرا؟ چون فاکتور فرد که توی این اتصالی که براش پیش میاد دست کسی نیست. ما میدونیم که اگر شاهد بشه حلقش جاری میشه، اتصالش برقرار خواهد بود و همونطور که خدمتون عرض کردم 70% بیماران گذشته از نوع بیماریشون درمان میشن. 30% خیر. کار دنیای علم بررسی واقعیت هاست. حالا این بررسی واقعیت ها به شکل‌های مختلفی صورت میگیره. یکی از این شکل‌ها بررسی آماریه. در مورد فرادرمانی هم این مورد صادقه و آماری که گرفته بشه اون آمار نشون میده که کارایی چقدر چطوریه. دوره یک که فرادرمانگرها اومدن به عنوان کسانی که ببینن چه خبره، رفتن انجام دادن برگشتن، آمارشون رو ما میگیریم. خب یعنی اینا هنوز جز ما نشدن که شما اگر آمارشون رو بگن شما بفرمایید خب اینا فرادرمانگر خودتونن و اینا دیروز جز شما بودن امروز اومدن جز ما. ولی در اینجا در واقع خیلی هم اصرار دارن خیلی هاشون که بگن که مثلا نشد، ولی خب شده دیگه. آمارهایی رو که میدن 70% حالا میانگین، یه چیزی هم خودمون کمش میکنیم، 70% درمان نشون میده، 30% درمان
نداریم. 30% 1% شاهد نمیشن. خب یعنی شاهد نمیشن که میگیم بی‌طرف باشید، ولی اونها تجزیه تحلیل‌های علمی میکنن. وقتی تجزیه تحلیل علمی بکنن توی اتصال قرار نمیگیرن، تو حلقه که تعریف داره قرار نمیگیرن و طبیعتاً بی‌نصیب میمونن. 1% طبق قانون تولد و مرگ اصولاً بایستی جواب نگیرن. یعنی هیچ سیستمی در عالم هستی راندمان 100% نداره و این مسئله رو هم همینطوریه. برای اینکه اگه فرضاً 100% درمان بشن مرگ متوقف میشه و همچین سیستمی در عالم هستی، سیستمی که راندمان 100% بده، نمیتونه وجود داشته باشه. ولی به هر حال از این 30% ما بعضی موقع‌ها 1% رو میتونیم برگردونیم با تغییر در بینشاشون که متقاعد بشن این جای وادی علمی نیست و تفسیرشون رو بذارن کنار، شاهد بشن. 70% درمان که میدونید بدون هیچ ابزاری، بدون هیچ وسیله‌ای، یک بحث قابل توجهی نسبت به پزشکی رایج که حتما بایستی مورد توجه قرار بده. بیمار هیچ کاری نباید بکنه، نه تخیل، نه تصور، نه تلقین، هیچ کاری. فقط تنها کاری که اون انجام میده اینه که میشه تماشاچی. ما میگیم شاهد. اگر حواسش جمعه میتونه چشم باز، اگر حواسش جمع نیست با چشم بسته این مسئله رو پیگیری بکنه بهتره. ببینه این هوشمندی اسکن‌هایی رو که رو بدنش انجام میده و بیماری‌هایی رو که شناسایی میکنه که به صورت درد گرفتن، تیر کشیدن، ضربان زدن، تشنج و سرد و گرم شدن و دیدن نور و رنگ و غیره و اینها در واقع فرد رو بیماری رو شناسایی میکنه و بعد شروع میکنه به حل و فصل بیماریش. فقط باید همین رو پیگیری. از آن درمان داریم تا ممکنه چندین جلسه هم بعضی از بیماری ها چندین جلسه طول بکشه، به ماه و 1-2 ماه هم بکشه، ولی بیمار روند بهبود خودش رو در هر جلسه میتونه پیگیری بکنه. یعنی کار کوری نیست، فقط بی‌طرف باشه، شاهد باشه. هیچ خصوصیت ویژه‌ای نیست که داشته باشه که بگیم کمک میکنه به این ماجرا، کمک میکنه به این مسئله. خصوصیات فردی، ویژگی‌های فردی چه فرادرمانگر و چه بیمار هیچ ارتباطی به این مسئله ندارن. چرا؟ چون این بحث رحمانیت الهیه و رحمانیت الهی ارتباطی به خصوصیات فردی افراد نداره. حتی گناهکاری و بیگناهیشون، این پاک بودن و ناپاک بودنشون و به هیچ کدوم از اینها ارتباطی نداره و این رحمانیتی است که شامل حال همه است. توی تجاربی که وجود داره تقریبا میشه گفت که روی همه نمونه‌های تجربه شده و جواب هست و بیماری‌های گروه پزشکی و روانپزشکی پاسخ داره. یعنی دیگه اصلا هیچ نمونه نیست که ما بتونیم بگیم نمیشه، به 2 دلیل. یکی تجربه، یکی به دلیل تجربه و یکی به دلیل اینکه وقتی با شعور الهی کار میکنیم امکان هر چیزی هست و ما اجازه اینو نداریم که بگیم نه نمیشه. باید ابتدا تست بکنیم ببینیم میشه یا نمیشه. اما تجربه‌ای که به دست اومده نشون داده که ما انواع و اقسام چیزا رو داریم، حتی آرتروز، یعنی چیزایی که جنبه مکانیکی داشته، خصوصا در زمینه روانپزشکی که قطعاً معالجه و درمان کار خیلی پیچیده‌ای است، در اینجا وجود داره و انجام میشه. یه مسئله هست که تو تئوریامون ارائه دادیم، بحث عدم همفازی شعوری عضو دهنده و گیرنده است. اینا از نظر شعور، عضوی که میاد یه شعور داره، عضوی که میخواد این بگیره یه شعور داره، اینا با هم همخوان نیستن، همفاز نمیشن و به اصطلاح بعد از یه مدتی شعور گیرنده شعور اونو پس میزنه، شعور اون اینو پس میزنه و علی رغم همه
کارهایی که صورت میگیره در پیوند اعضا میبینید که امکان پس زدن عضو وجود داره. حالا در بعضی از پیوندها در کوتاه مدت پس زدن عضو مشهود میشه، در بعضی ها طولانی مدت، مثلا همین چند ماه. در فرادرمانی بخشی هست که مخصوص این افراده و همفاز شدن شعور سلولی رو در واقع انجام میده و افرادی که عضوی میگیرن مثل پیوند کلیه و غیره و اینها در واقع یک همفازی شعوری میشن. حتی اونه که عمل بایپاس قلب انجام میدن که رگ از پاشون میارن توی قلب کار میذارن، باز هم ممکنه که دچار عدم همفازی شعوری بشن با وجودی که این از یک بدنه که با استفاده از این مسئله همفاز شدن شعور سلولی صورت میگیره و امکان یا احتمال پس زدن عضو کاهش پیدا بکنه. دنیای عرفان با دنیای شعور سر و کار داره و چون همه ذرات عالم هستی از شعور و هوشمندی ساخته شدند، در واقع صرفاً اونجا با دست بردن تو کیفیت شعوری هر عنصر اون عنصر شکل میگیره. این مسئله فقط تفویضی است که این تفویض خب حالا یا توسط من یا توسط مربی هایی که داریم، چون افراد پس یه چند دوره خودشون مربی هم میشن، میتونن همین کار رو، همین اتصال رو برای دیگران به وجود بیارن. پس یه تئوری داره که شعور الهی چی هست، رحمت عام الهی چی هست و پس از اون اتصاله که کار رو انجام میده، نه خوندن کتاب، نه اینه که نوشته‌ای به ما کمک بکنه. بشوی اوراق اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد. این تفویض به دنبال مکتوب کردن یک سوگندنامه انجام میشه. این سوگندنامه صرفاً مبتنی بر استفاده صحیح و درست و انسانی از این ماجرا هست و در واقع صرفاً یادآوری این مطلب به فرد که دچار غرور و منیت نشه و مبادرت به عوام فریبی نکنه. چرا؟ چون بعد از اینه که این قضیه رو به کار گرفت، پس از یه چند تا تجربه ممکنه دچار غرور بشه و دچار منیت بشه. جز وظایف درمانگرا هست، فرادرمانگران، و جز سوگندنامه‌شون هست که اطلاعات درست به افراد بدن. این اطلاعات درست اینه که این حرکت با کمک شعور الهی داره انجام میشه. وقتی پای شعور الهی به میون بیاد، هیچ کاری مشکل نیست، هر غیر ممکنی ممکن میشه. تعجب ماجرا از جایی ممکنه شروع بشه، قوت بگیره که به توانهای فردی افراد نگاه بشه. یعنی بگن گروهی هستن که این گروه یعنی با توانهای فردیشون این کار رو انجام میدن. این اشکال ماست و مشکل ماست و جزء سوگندنامه افراد هست که معرفی درست داشته باشن تا مبادا اونها فکر بکنن که این قدرت‌های فردی در واقع اشخاص هست که منجر به بروز یا وقوع این درمان ها میشه. همکنون تعداد حالا زیادی هم از پزشکامون، روان پزشکامون دارن از این مسئله استفاده میکنن، به این دیدگاه ها مجهز شدن و خصوصا اینکه دوره های ما رو در زمینه فرapزشکی که به اصطلاح مخصوص پزشکا و روانشناسا و روان پزشکامون هم هست، برای آشنایی بیشتر بهشون عرضه کردیم و به هر حال دارن کار میکنن با این رشته. انرژی درمانی چند ده هست که سر زبان هاست و از زمانی که پولاریتی درمانی و کار با حوزه پولاریتی انسان در یکی از دانشگاه آمریکا به نتیجه رسید و انجام شد،
از اونجا بعد انرژی درمانی که یا همون پولاریتی درمانی، پاس دادن با دست روی حوزه پولاریتی انسان رایج شد. بعضی از افراد حوزه پولاریتی قوی تری دارن، بعضی ها خب با تمرین هم این گستردگی رو دنبال میکنن. ولی به هر حال یه مطلب است که همه حوزه پولاریتی دارن، حالا ضعیف و قوی این حوزه رو دارن. خب منتها در بعضی از افراد مشخصاً قوی تره، چون این مسئله از راه دور، نزدیک، با دست، بدون دست انجام میشه. از نیازی نیست که فرادرمانگر از دستش استفاده بکنه که اینجوری تلقی بشه که حوزه پولاریتی رو با نیروی کیهانی، و البته نیروی کیهانی یه چیزه، شعور کیهانی یه چیز دیگه است. شعور کیهانی هوشمندیه، نیروی کیهانی نیروی حیاته، نیرویی است که اونم خودش افراد حالا میان باش آشنا میشن، چیزی به نام پرانایاما، چیزی به این حسابی میتونن باش کار بکنن، اما الزامی به استفاده از دست اصلا نیست. و راه دور و نزدیک هم توی این درمان مهم نیست و بعد مسافت و اینها هم مطرح نیست. چرا؟ چون هوشمندی که حاکم بر این جریان هست برای اون بعد زمان و مکان مفهوم نداره، چون نه ماده است و نه انرژی. در واقع هوشمندی نه ماده است و نه انرژی، لذا بحث درمان به هر صورتی عملی است. امکان داره کسی که سواد داره اسیر علم و فضل خودش بشه، و همونطور که حافظ میگه تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته بگویم خود را مبین که رسته. ماجرا اینه که عمدتاً نه غالباً، عمدتاً انسانی که به علم و دانش میرسه ممکنه خودبین بشه، ممکنه دچار به هر حال اون چگونگی علم و دانش و فضل خودش بشه و این اونو محروم بکنه از معرفت. لازم هست که انسان برای رسیدن به اون ادراکات علم و دانش خودش رو ندیده بگیره، نه اینکه به کار نبره، به کار ببره، ولی کن وقتی پای پله عشق پیش میاد علم و دانش به درد اونجا به درد نمیخوره. علم و دانش روی پله عشق کاربردی نداره. آن نقطه خاموشی در حرف نمی گنجد، بر طاق فراموشی بگذار کتاب اول. کسی بخواد بیاد توی نقطه خاموشی اول باید کتاباشو بذاره، خب اول باید کتاباشو بذاره کنار و با کتابش بیاد چیزی پیدا نمیکنه. طبیعتاً در همه دیر مغان نیست شمن شیدایی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی. باده همون آگاهی و این چیزهاست و میگه دفترم یه جای گروه گذاشتم گرو و خرقم هم یه جا گذاشتم گرو، اومدم آگاهی بگیرم. بنابراین کسی با علمش بیاد جلو چیزی پیدا نمیکنه طبیعتاً، چون میخواد همه چیز رو با فاکتورها و ملاک‌های علمی ببینه، لذا چیزی نخواهد دید، دست خالی میره دنبال کارش. ما یه انرژیایی رو تعریف میکنیم، به عنوان مثال انرژی نوع دوم. انرژی نوع دوم انرژی است که وقتی به کسی توجه میشه اون انرژی رو دریافت میکنه. انرژی نوع دوم اون بحث توجهه، بحث نگه اون انرژی نوع دوم هم باید در اونها به وجود بیاد. اگر به وجود نیاد غذا خوردن، استراحت کردن، ولی یه جوری بدنشون گرسنه است. توی چند مرحله افرادی که تجهیز میشن به حلقه ها از انرژی نوع دوم بی نیاز میشن، یعنی انرژی نوع دوم رو دیگه بهش نیاز ندارن، تعریف و تمجید و ستایش و غیره و غیره و غیره و غیره. به طور کلی این مسئله قطع میشه. یکی از مسائل تمایل خانم ها برای بحث بی‌حجابی بحث نیاز به جلب توجه که در واقع یک گرسنگی درونی، هیچ راهی نداره جز این که قطع این انرژی نوع دوم صورت بگیره. نیاز به خودنمایی، فرهنگ خودنمایی اینجا باید تحت تاثیر قرار بگیره.
وگرنه ظاهر قضیه میتونه ظاهر قضیه صورت بگیره، اما خب شما میدونید ظاهر قضیه مسئله رو حل نمیکنه. اگر فرد گرسنه باشه، خب اگر اون نیاز به خودنمایی باشه، با همون روپوش و با همون چیز و با همون مقنعه و با همون چادر و با هر چیزی میتونه این جلب توجه و خودنمایی صورت بگیره. لذا ما بلوغ رو تعریف میکنیم بلوغ عرفانی. در بلوغ عرفانی یکی از چیزایش رو که داریم عدم نیاز به خودنمایی، یعنی فرد بی نیاز. خودنمایی ضد کمال، یعنی یا انسان باید انرژی ذهنیش رو صرف خودنمایی کنه یا باید بره صرف کمالش بکنه، صرف مسائل دیگه بکنه و اینها در واقع باید پاسخ بگیره. اون عوامل ترمزی باید پاسخ بگیره تا فرد بتونه همه انرژی ذهنیش رو چیکار کنه؟ صرف موضوع کمال بکنه. و در واقع اینها داره انرژی ذهنی اونا رو چی میکار میکنه؟ پرد و هدر میده. خود موضوع کلاس اینه که فرصتی ایجاد میکنه تا به فرد بفهمونه که چی میخواد بگه، اونها چه جوری باید با این اتصال رفتار کنن. همینه که گفتیم، بحث منیت، بحث غرور، غیره. و در حین این قضیه به طور نظری و عملی با این مسئله آشنا بشن. حالا یک فیلم میتونه آگاهی مربوط به اینه که اصلا چون این دنیایی وجود داره میتونه نقش موثری بازی بکنه و در واقع این آگاهی رو برسونه که خیلی چیزها ممکنه وجود داشته باشه که ما فکرشو نکنیم. خیلی چیزها انسان میتونه استفاده بکنه اگه تعصبشو بذاره کنار، اگر دید یک بعدیشو بذاره کنار که صرفا علمو میخواد ببینه. و به هر حال امکاناتی هست که میتونه مورد برداری قرار بده. یک فیلم میتونه یک بیننده را با یک دنیای آشنا کنه. عرفان متعلق به همه انسان هاست و این عرفان متکی بر رحمانیت عام الهی است و رحمانیت عام الهی بلا استثناء شامل حال همه انسان ها میشه و هیچ ارتباطی به پاکی، ناپاکی، گناهکاری، بیگناهی، ملیت، مذهب و این چیزها در این مورد نیست. عشق یکسان ناز درویش و توانگر میکشد، این ترازو سنگ و گوهر را برابر میکشد. لذا در عمل شما میبینید که این پایه اشتراکی و فکری همه انسان هاست، بحث رحمانیت عام الهی. لذا همه میتونن ازش استفاده بکنن. عمل اینو نشون میده. بنابراین چیزی به عنوان لاابالی‌گری اینا اینجا مفهوم نداره و همه انسان ها ریشه اشتراکی فکری دارن. مثلا در همه جوامع بحث اخلاق، ثواب، گناه، بحث شعور الهی، همونطور که توضیح دادم، اینا اشتراکه و توی به اصطلاح این اشتراک ما میتونیم به همدیگه نزدیک بشیم. اون بخشی که ما با هم تفاوت داریم روبنای خاصه. یه زیربنا داریم، یه روبنا داریم. زیربنای اشتراکی همه انسان ها چیه؟ هوشمندی حاکم بر جهان هستی. و بعد هم میایم اشتراک میایم به روبنا. روبنا هم یک بخشش دوباره اشتراکی هست، یک بخشش خاصه که هر ملتی برای خودش مراسم خاصی داره، اعتقادات خاصی داره، مناسک خاصی داره. ولی در بخش عام همه انسان ها میتونن به هم نزدیک بشن و به خداشناسی عملی نائل بشن و این موضوع در واقع کمک میکنه به خداشناسی عملی. یعنی در عمل کسی شعور الهی رو مورد تجربه قرار بده و از روی این شعور پی به خودش ببره. حالا دیگه بعد از اون خب روبناشون هر کسی به خودش مربوط است. چون انسان این زیربنا رو بهش توجه نکرده دچار اختلاف نظرات شدیدی شده. جنگ 72 ملت همه را عضو بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن.
و در واقع اگر انسان متوجه میشد که پایه اشتراکی فکریش با همدیگه یکیست، شاید خیلی از اختلاف نظرها، جنگها، نمیدونم تقابلها در طول تاریخ اتفاق نمیافتاد. در ابتدا ما شعور الهی رو به طور علمی ثابت میکنیم و چون که عمده افرادی که استفاده میکنند از این مسائل مسلمان هستند و عمدتاً شیعه هستند، ما استنادات این بخش رو در اختیارشون قرار میدیم. تعداد قابل توجهی از افرادی که دوره دیدن تفکرات ماتریالیستی داشتن، اصلا تصور اینه که هوشمندی بر جهان هستی حاکم باشه و اونم صاحبی داشته باشه، اصلا این تصورات رو نداشتن و صرفا با مشاهده سری کارهای عملی اومدن جلو و خودشون تست کردن و پی به وجود این هوشمندی بردن و امروز اعتقاد کامل دارند که این مسئله وجود. کسانی که به طور کارشناسانه عرفان رو دنبال کردن و با نقطه نظرهای مختلف اون آشنایی کامل دارن و قابلیت انطباق مفاهیم رو دارن، اینها در واقع میتونن به اصطلاح به عنوان کارشناس روی مسائل و انطباق اونها با عرفان ایران کارهای لازمه رو انجام بدن که عرض کردم بخشش انجام شده و کماکان این کار در حال انجام هست. افراد ابتدا لازم هست که آشنایی عملی با هوشمندی حاکم بر جهان هستی یا با شعور الهی آشنایی عملی پیدا بکنن. تا به صورت عملی این آشنایی پیش نیاد، همه چیز در قالب حرفه، یعنی میشه عرفان نظری. لذا افراد طی این دوره مفهوم اتصال رو بهش میرسن و به دنبال پیدا شدن اون اتصال و متصل شدن مبادرت به کار عملی میکنن و اون هوشمندی الهی رو در جریان عمل به کار میبرن و به طور عملی متوجه میشن که این هوشمندی، این شعور وجود داره. این میشه پایه کار برای هر کسی که میخواد این مسیر عرفانی رو طی بکنه. بعد از اون با ایمان و یقین نسبت به هوشمندی و شعور الهی کارها ادامه پیدا میکنه. طبیعی است وقتی ما فهمیدیم که شعور الهی وجود داره، نسبت به وجود خودش یک مسائل و مشکلات ما حل شده دیگه. چون گفته میشه روشن بنگر که آفتاب است، آن نور که خوانیش تو مهتاب. با نگاه کردن به نور مهتاب ما پی به نور خورشید میبریم. با پی بردن به شعور الهی پی به وجود خودش هم میتونیم ببریم. این شبکه هوشمندی اسمای مختلفی داره. ما اسمشو گذاشتیم شبکه شعور کیهانی، به دلیل اینکه یک موضوع انسان شمول، یعنی همه انسان ها در هر گوشه دنیا میتونن اتصال به این بخش رو انجام بدن. نام های دیگر این هوشمندی روح القدس، جبرائیل، روح الامین، کارگزاران الهی به اصطلاح یا هر نام دیگری، شاید در ملیت‌های مختلف هم در مذاهب مختلف هم اسمای مختلفی داشته باشه. وقتی که گفته میشه جبرائیل نازل شد، یعنی آگاهی نازل شد. در اصل عامل انتقال آگاهی هستن. حالا چه ما اونو یه واسطه رو بدونیم به عنوان یک حامل، چه خود آگاهی انتقال پیدا کرده باشه. بنابراین این مطلب که ارتباط مستقیم با جبرائیل مفهوم نداره، به خودی خود مفهوم نداره. ما میگیم یا آگاهی گرفتیم یا نگرفتیم. آگاهی گرفتیم معلومه که با کجا آگاهی گرفتیم. این بحث پرسش و جواب بحث چارچوب آگاهی است که همه باید تجربه کنن و این یک مقوله عجیب غریبی نیست.
و یک ماجرایی است که انسان مجهولاتی داره و قرار بوده که این هوشمندی هم این جواب مجهولات ما رو به ما بده، نه اینطوری خود به خود ما اشتیاق نشون بدیم او به ما بگه ادعونی استجب لکم. قراره که ما بخوانیم با کیفیت خاص خودش، نه هر کسی تا یک کلمه گفت بگم بفرما. کیفیت میخواد و لذا حالا ممکنه که توضیحات عامیانه این روی این مسئله گذاشته بشه که خب با کلیتش خیلی موافق نیستیم که فرضاً گفته بشه که با جبرائیل. نه، ما با هوشمندی در ارتباط هستیم و اون چی رو که داریم و میدونیم و اینها همش از این هوشمندی است. مثل این که ما بگیم با روح القدس در ارتباطیم، خب هستیم. با جبرائیل در ارتباطیم، خب هستیم. خب یا بیایم یه اسم آکادمیک بذاریم که در تمام دنیا قابل فهم باشه. با شبکه شعور کیهانی در ارتباط و اتصال هستیم. یکی میگه نه، میگه خب بیا ببین درست شد یا نه. این تئوریش، این هم عملش، بغلش خوابیده. و در واقع به سادگی میشه این اتصال رو فهمید و درکش کرد و نه تنها تماشاچی نبود بلکه خودمون هم بهش بپیوندیم، ازش استفاده بکنیم. یعنی در اینجا به دنبال اتصال و به دنبال آشنایی عملی با شعور الهی فرد پی علت و چگونگی ماجرا پی میبره و کیفیت این ماجرا رو قادر میشه که روی مسئله پیاده بکنه. اما تا زمانی که روی پله اشراق قرار نگرفته، هر آن دنبال اینه که چجوری حالا اینجا سر خدا رو کلا بذاره، حالا اینجا رو یه جوری ازش در بره. اون رابطه دل که معرفی شد، سر خدا کلا گذاشتن میره کنار. تکلیف، رفع تکلیف میره کنار. جاشو چی میگیره؟ جاشو دل میگیره، جاشو بحث عشق میگیره. حالا کاری که از روی عشقه با کاری که از روی شرع وظیفه و بجا آوردن تکلیفه چقدر فرق میکنه؟ خب مثلا اون نماز خونده میشه، اقیم الصلات، مقیم اتصال شدن انجام میشه. آیا کیفیتاش یکسانه؟ مسلما نه. چه چیزی تعیین میکنه کیفیت‌های صلات افراد مختلف رو؟ دلشون، عشقشون. یک کسی ممکنه وارد این صلات بشه، نه تنها مقیم نباشه بلکه در خلال اون 10 تا معامله انجام بده، 10 جام بره بیاد و خب بعدش میگه من که خوندم. یه نفر دیگه هم با دلش این کار رو کرده با کیفیت بسیار بالایی. جفتشون ظاهراً انجام وظیفه کردن، اما شما فرق قائل هستید یا نه؟ پس اگر بخوایم کیفیت بدیم، از عرفان نمیتونیم جدا باشیم. لذا عرفان جدا از اخلاق نیست، جدا از ثواب و گناه نیست، همه اینها رو داره و میبینیم اون چی رو که در راستای کمال تعریف میشه مثل اخلاق مورد بررسی قرار میده. منتها در اونجا توصیه میشه این کارو بکن، اون کارو نکن، این کارو بکن، اون کارو نکن. در اینجا نهادینه میشه. اون عشق باعث میشه که این نهادینه میشه. مثلا یه نفری که چنان ارزشی برای معلمش قائله که واقعا در قبال اون خلاف نمیکنه، ولی یه نفر ظاهری این کارو میکنه، یعنی ظاهرا هر گوش به حرف معلمش میده، ظاهره، ولی یه نفر اونقدر عاشق معلمشه که معلمش هر کاری میگه انجام میده. این دوتا فرق میکنه یا نمیکنه؟ پس اون رابطه ای که بر اساس دل و عشق داریم دنبال میکنیم و این رابطه اخلاق رو حتی در بحث گناه ما تعریف‌های خیلی دقیق تری داریم که بیرون شاید در سطح عامه روش کاری نداشته باشن. اون چیزی که به عنوان مثال من خدمت میگم تشعشع منفی ایجاد بکنه،
به طور کلی تو این قضیه گناهه. مثال بزنم خدمتتون. شما یه سوالی از من میپرسید، من نمیخوام به شما جواب بدم. در این رابطه از نظر عرفی من گرفتار نیستم، نخواستم جواب بدم. مثلا از من میپرسید اینو کجا خریدید، من نمیخوام به شما جواب بدم، شروع میکنم شما رو به پیچوندنتون. خب از نظر عرفی گیر نیستم، میگم خب آقا نخواست بگه. از نظر شرعی هم گیر نیستم، میگم آقا نخواستم بگم. از نظر قانونی هم گیر نیستم، اما در دنیای عرفان گیرم. چرا؟ چون این لحظه که میخوام شما رو بپیچونم میام تو فاز منفی. فاز منفی تشعشع منفی داره که حالا خب اینا اصطلاحاتی است که کسانی که این عرفان رو دنبال میکنن باش آشنا میشن، آشنایی عملی پیدا میکنن. تشعشع منفی داره. تشعشع منفی در عرفان گناهه. توجه فرمودین؟ پس گناه توی زمانی که کیفیت میخواد مطرح بشه با یک بزرگنمایی خیلی بیشتری مورد بررسی قرار میگیره و دقتی داره که حالا شما انشالله بیشتر با مسئله برخورد بکنید متوجه میشید. مثلا ما تزکیه تششعاتی داریم، یه تزکیه رفتاری داریم، اینجور برو، اینجور بیا، اونجور بیا. خب با اینو یه بحثیست که خب همه میدونن، اما ما یه تزکیه تششعاتی داریم. یعنی یه نفر در وادی عرفان تششع منفی نباید داشته باشه. حالا شما ببینید که یه فرد معمولی از صبح تا شب چقدر تششع منفی داره. دروغ میگه، غیبت میکنه، میپیچونه و ببینید چقدر اینا همه تششع منفی داره. ثواب اون چیزی است که انسان رو به کمال میبره، گناه اون چیزی است که انسان رو ساقط میکنه. در کتاب مقدس عهد عتیق داریم که ما شریعت رو بر قلب شما خواهیم نوشت و انسان امروز داره به این مسئله نزدیک میشه که متوجه میشه ثواب چیست، گناه چیست. عرفان با وجوده، نه آویزون کردنی است، نه دست کردنی است و هیچ چیزی نیست که ما با حملش بتوانیم برای خودمون چیزی رو ایجاد بکنیم. یا جزء وجود ماست یا جزء وجود ما نیست. بنابراین حمل کردنی نیست و به ظاهر هم نیست. و یاد بگیریم بحث کمال ارتباطی به ظاهر افراد نداره. بحث و حالا توی بحث‌های کلاً معرفتی حتی غیر معرفتی هیچ ارتباطی به ظاهر افراد نداره و در واقع این مسائل ممکنه که در جاهایی کمک بکنه به اینی که عوام فریبی هایی صورت بگیره، مسائلی رخ بده که در واقع افراد رو از اون معرفت ها دور بکنه و در واقع ما همیشه این مشکل رو داشتیم، مشکل مرید و مراد، مشکل توجه به ظاهر یا ظاهر پرستی. این مشکل ها رو همیشه ما داشتیم، باش مواجه بودیم. خب در یه جایی باید خاتمه پیدا بکنیم. از اشکالاتی که این دیدگاه فراهم کرده و همیشه شرق دست به گریبانش بوده مسئله مرید و مرادی است و این یکی از مشکلات شرق بوده که بحث مرید و مراد، بحث اینی که باید مرید وابسته به مراد بشه، سرسپرده بشه و هزار تا از این مسائل دیگه، در حالی که ماجرای کمال به هیچ کدوم از این چیزا نیاز نداره. یکی آگاهی داره باید به ما رزقناهم ینفقون، از اون چیزی که روزی آسمانی داره انفاق بکنه و فرد گیرنده هم لزومی نداره که مرید او باشه، لزومی نداره که سرسپرده او باشه. هر روز دلش خواست میاد، هر روز دلش نخواست نیاد.
عرفان دو بخش کلی‌تر دیگری رو هم شامل میشه: عرفان کمال و عرفان قدرت. در عرفان کمال بحث تعالی انسان پیگیری میشه. بحث اینه که انسان به چه منظوری خلق شده و روی زمین به سر میبره، فلسفه خلقت انسان چیه و انسان به چه سمتی میره و از این رهگذر دنبال ایجاد کمال و تعالی برای انسانه، هیچ هدف دیگه نداره. و یک عرفانی هست که عرفان قدرت. اگر میگیم عرفان به خاطر اینکه در اون هم ابزاری نیست، اما اون چیزی که در عمل به دست میاد قدرته و این قدرت ممکنه مورد سوء استفاده هم قرار بگیره. نفوذ در دیگران چون که بدون ابزار صورت میگیره متعلق به دنیای عرفانه، اما به چه منظوری میخواد ازش استفاده بشه؟ در عرفان کمال دنبال این گونه قدرت ها نیستن و عرفای خودمون هم این مسئله رو به عنوان شیرینی هایی تلقی کردن عرفان قدرت را. مولانا میفرماید که هست حلوا خوراک کودکان، صبر باشد مشت های زیرکان. هر که حلوا خورد واپستر رود، هر که صبر آورد گردون بر رود. این قدرت تشبیه شده به حلوا که شیرینی داره و ممکنه یک رهرو رو، یک سالک رو جذب خودش بکنه، ولی وقتی حلوا خورده شد ممکنه شیرینیش فرد رو بگیره و از پیگیری کمال منصرف بشه و به هر حال انحرافی در مسیر او به وجود بیاره. انسانی نیست که از عرفان جدا باشه. چرا؟ چون کاری نیست که مجبور نشیم در مورد اون کیفیت رو تعریف بکنیم. یعنی کنترل کیفی همه چیز به دل انسان برمیگرده، اما تا عقل نباشه عشق معنی نداره و تا عشق نباشه این طرف انسان مفهوم پیدا نمیکنه، انسان صرفا میشه ربات. نام عرفان حلقه از اینجا بر روی این باز عرفان گذاشته شد که مبتنی بر استفاده از حلقه های متعدد رحمانیت عام الهی هست که در هر حلقه ما قادر میشیم کاری رو در جهت تعالی انجام بدیم با توضیحی که داده شد در مورد عرفان که دنیای بی ابزاری هست. لذا در واقع این عرفان شناسایی حلقه های مختلف این حوزه رحمانیت رو در واقع مورد بررسی و مورد بهره برداری قرار میده. این عرفان متکی به وصله، متکی به اتصاله، چیزی نداره که فرضاً در یه دوره کسی بخواد حفظ کنه، کسی بخواد یاد بگیره. اتصال که انجام بشه اون کار صورت میگیره و در واقع چیزی غیر از اتصال در این عرفان وجود نداره. این در عرفان عملی چیزی جز اتصال نیست و ما اعتقاد داریم که کمال به ریاضت نیست. همونطور گفتم پایه و اساس تعالی انسان اشتیاقه. انسان اگر مشتاق باشه اون رحمانیت عام الهی در اختیارش هست و میتونه استفاده کنه و انسان در واقع برای این روی زمین نیست که به خودش زجری بده، بلایی سر خودش بیاره، شکنجه‌ای به خودش وارد بکنه. کافیه که مشتاق باشه. وقتی که اون اشتیاق وجود داشت حکمت الهی ایجاب میکنه که طبق قانون بازتاب فرد مزد اشتیاق خودش رو بگیره. این مزد اشتیاق همون کمال، همون تعالی است، همون رسیدن به ادراکی، به رسیدن به هر حال اشراق و روشن شدگی است. حالا اگر در جایی هم کسی رو تخت میخداری میخوابه، شاید اون تخت میخدار وسیله است که او اشتیاقش رو نشون بده، ولی اون تخت عامل، اون تخت اینه که بگن چون خوابید روی تخت حالا باید بهش آگاهی و ادراک و اشراق بدن. خیر،
و مستلزم این هست که اون اشتیاق در اون دل، در اون قلب وجود داشته باشه و به صرف بحث تخت میخدار، هر کس رو تخت میخدار بخوابه، به اون آگاهی میدن، همچین چیزی نیست. بهتره من راجع به مطلبی صحبت بکنم که خودم اسمشو در واقع یه جور القا گذاشتم، شاید بگیم القای فرهنگی، القای عرفانی. به این صورت که خب میدونید ما سابقه چند هزار ساله در بحث عرفان داریم و امروزه در دنیا متوجه اهمیت عرفان شدن و در واقع از اندام در زمینه عرفان خودش شده جز یکی از فعالیت‌های در حاشیه فرهنگ هر ملتی در تمام دنیا و در واقع پی بردن که در کنار تبلیغات فرهنگی و علمی و غیره لازمه که هر ملتی برای خودش یک هویت عرفانی هم داشته باشه و نشون بده که در وادی ادراک و شهود و اشراق چه سابقه داره. لذا تمام ممالک، شاید اکثر ممالک دیگه از غرب گرفته تا خاور دور و شرق، هر یک به فراخور حال خودشون ادعامندی هایی رو مطرح کردن و عرفان هایی رو ارائه دادن که عمدتاً مبتنی بر فن و تکنیک هستن و در بخش قابل توجهی هم عرفان قدرت، حالا خصوصا عرفان هند که صرفا تکنیک روی تمرکز روی چاکراها و به اصطلاح مسئله کمال رو تکنیکی نگاه میکنه که از روی تمرکز روی چاکراها به کمال میشه رسید، در حالی که ما اعتقاد داریم فقط انسان از روی اشتیاقش میتونه به ادراک و شهود و اشراق برسه و روشن بشه و به درک آگاهی ها برسه. ایران در واقع الان جولانگاه عرفان های مختلفی شده، از عرفان هند، چین، تبت، فیلیپین، ژاپن، عرفان سرخپوستی و حتی غرب، یعنی آمریکا داره الان برای ما عرفان صادر میکنه به این مملکت. کتاب‌های بسیار زیادی رو برای ما ترجمه کردن، الان در بازار ما موجوده که در واقع حرف‌های خود ما رو، حرف‌های عرفان‌های مختلف و از جمله حتی عرفان خود ما رو به زبان جدیدی برای ما دارن چیکار میکنن؟ مطرح میکنن و در بازاری که ما با اون روبرو هستیم همه عرفان رو، عرفان‌های سر تا سر دنیا رو میشه پیدا کرد الا عرفان خودمون رو، یعنی انگار که ما هیچ چیزی تا امروز نداشتیم. خب البته اینجا صحبت بکنیم که عرفان ما در یک حد تخصصی خیلی خاصی در سطح یک عده‌ای باقی مونده و هیچ کاری برای عرضه اون به زبان روز صورت نگرفته، خصوصا در زمینه عرفان عملی. الان در بازار کتاب ایران یک جوان ایرانی یک کتاب قابل فهم در مورد عرفان ایران نمیتونه پیدا کنه، در حالی که صدها کتاب در زمینه عرفان‌های مختلف دنیا میتونه به سادگی در اختیار داشته باشه. اینو میتونید تحقیق بکنید. خب ما در معرض یک القاء عرفانی قرار داریم و در واقع با زبان بی زبانی به ما دارن حالی میکنن که ما چیزی از عرفان در دست نداریم. خب طبیعتاً این انتظار میره که اگه داریم خب رو کنیم و این کافی نیست که ما بگیم کیو داریم چه بزرگانی رو در زمین عرفان داشتیم، کافی نیست و بایستی امروز چیزی برای عرضه ما داشته باشیم، نشون بدیم، بگیم ببینید ما هم هویتی داریم. و
اون چیزی که از عرفای ما به جا مونده عمدتاً به صورت اشعار که باید کشف رمز بشه، همشون در گوشه کتابخونه ها و منازل اونها خاک میخوره و گاهی هم افراد این اشعار رو مطالعه میکنند و یه بهبه و چهچه میگند و بعد همین. و الان به هر حال دوره و برهه‌ای است که اگر در این زمینه فعالیت صورت نگیره، نسل جدید ما به طور کلی معطوف به عرفان‌های ممالک مختلف میشه و ما مثل سایر بخش‌هامون در زمینه هنر، در زمینه‌های به هر حال فرهنگی، در زمینه‌های مختلف که خلاهایی رو ممکنه داشته باشیم و نتونستیم به موقع این خلاها رو پر کنیم و نسل جدیدمون جذب فرهنگ‌ها و در واقع هنرها و مسائل سایر ملل و ممالک مختلف شده باشند، در زمینه عرفانی هم این کار صورت بگیره و متاسفانه این ضایعه پیش بیاد که البته الانم تا حدود زیادی پیش اومده. بنابراین اهمیت عرضه عرفان به زبان نوین با کاربردهای عملی و عینی بسیار بسیار لازم هست و بایستی هر کاری در این زمینه میشه انجام داد صورت بگیره. من از دوران کودکی شور و اشتیاق فراوانی داشتم در فهم و در واقع کشف چگونگی عالم هستی و اینی که ما اینجا چی کار میکنیم. از دوران کودکی به طرز عجیب غریبی فکر منو به خودش مشغول میکرد و تا جایی که حتی در سن نوجوانی چندین بار میرفت که تعادل روانی من به هم بخوره که ما اینجا چی کار میکنیم، چرا اومدیم اینجا، چرا جهان هستی اینقدر عظیمه و بحث خالق و مخلوق و اینها که دیگه طبیعتاً همیشه فکر بشر رو به خودش مشغول میکرده. به دنبال وسعت گرفتن این اشتیاق من به خودم اومدم در سن 18 سالگی حدوداً دیدم که اتصالی برای من به وجود اومد. الان 50 و حالا میره که 50 و به 1 سال نزدیک بشه، 31-2 سال از این ماجرا میگذره و من اولین بار در اونجا مفهوم اتصال رو متوجه شدم و بعد چون آگاهی می اومد یک موضوع دیگری رو هم متوجه شدم و اون هم اینه که نباید مطالعه کنم. توجه میکنید نکته مهم اینه که نباید مطالعه در این زمینه بکنم. چرا؟ اگر من مطالعه بکنم اطلاعاتی که میاد ممکنه منو دچار شک بکنه که اینو نکنه تو فلان کتاب خونده باشم، اینو نکنه در فلان مسئله باشه. ولی چون این زمینه رو من بکر باقی گذاشتم، بعد از اون هر چی رو که در واقع پیدا کردم دیدم که متعلق به وصلا یا مربوط به یافته های خودم میشه و اگر من تحت تاثیر مطالعات جانبی قرار میگرفتم یا میومدم رشته های مربوط رو فرضاً دنبال میکردم و مطالعه میکردم دچار سردرگمی میشدم و شاید اون مسئله اصلی به طرز شاید قابل چشمگیری تحت شعاع قرار میگرفت. و به هر حال یک موضوعی هست اینه که فرضاً یه آهنگساز اگر بخواد یک آهنگی رو بسازه که ماندگار باشه باید تمام اطلاعاتشو بذاره کنار، تمام دستگاه ها و گوشه ها و اینها رو بذاره کنار. درسته بلد مسلطه میتونه بنویسه ولی باید ببینید دلش چی میگه، بعد از اینکه دید دلش چه حرفی داره اونو بنویسه. ولی اگه بخواد به گوشه ها و دستگاه ها نگاه بکنه و بگه اینو میگه این بیام این بازی کنم اون بازی کنم، این کار ماندگار نیست.
این یک اصل کلی است تو دنیای ادراک و اشراق. و بعد از اون کسب تجارب متعدد رو در زمینه کمال و قدرت. و بعد متوجه شدم که اون چیزی که بهش اتصال صورت میگیره خودش دو شبکه است، یا شبکه مثبت یا شبکه منفی. شبکه مثبت کارش ارائه ادراکاتی است که منجر به درک کمال میشه، مثل درک اناالحق، درک جمال یار، درک وحدت عالم هستی و درک هدفمندی جهان هستی، درک حضور و سایر ادراکاتی که گفته میشه. ما یک ظاهر داریم، یک باطن داریم. به عنوان مثال وقتی که ما بگیم اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا، و اینه که به ریسمان الهی، به حبل الله، به ریسمان الهی چنگ بندازید، این یه ظاهر داره یک باطن داره. ظاهرش اینه که میخونیم که بله به این حبل الله چنگ بندازین و به عالم کثرت نرید. حالا عالم وحدت چیه، عالم کثرت چیه، جای خودش. باطنش اتصاله. این اتصال چیزی نیست که در جایی به شما بدن. توجه فرمودین؟ این اتصال در چیزی نیست که شما بگید من برم فلان جا اتصال رو پیدا کنم. و ماجرا اینه که در هر کجا که روی بحث کتاب و مطلب و نوشته کار میکنن، این پله پله عقله، با معرفتش، با اتصالش دو تا ماجرای جداگانه است، کاملا جداگانه است. روزی آسمانی انسان شامل همین ادراکات آسمانی است، شامل آگاهی هاست، شامل اون روشن شدگی هاست که لازمه از اونها انفاق بشه و لازمه که در اختیار همه قرار بگیره. قبل از اون این مفهوم به طور غیر مستقیم باز شده بود و اینجا این سوال بود که برای خودت میخوای یا برای همه میخوای؟ و من جوابم این بود که برای همه میخوام. و بلافاصله از اون به بعد آگاهی های مرتبط با این قضیه، اتصال های مرتبط با این قضیه، غیر از اون مواردی که فردی بود اضافه شد و این موضوع به صورت امروزیش شروع شد که در واقع تفیض به دیگران و از اون هم باز هم به دیگران و در واقع این به صورت درخت، شاخه های یک درخت بتونه رشد بکنه ادامه پیدا کرد. راه بازه برای جمع طبق یک قانون، همین قانون اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا، طبق این قانون، و برای فرد هم طبق قانون ادعونی استجب لکم. برای فرد راه بازه، منتها اشتیاق بسیار زیادی میخواد. برای جمع هم راه بازه از اتصال خاص خودش. یه اصل کلی ما داریم و اونم اینه که پرواز را به خاطر داشته باش، پرنده مردنی است. بحث محو و فنا داریم، بحث چیزا داریم، افراد مهم نیستن. یکی از اصولی که ما داریم که در اساسنامه‌مون هست اینه که اندیشه مهمه و نه صاحب اندیشه، و خودمون هم بایستی الگوی این قضیه در واقع باشیم و همه افراد در واقع تعهداتی که دارن میدن در این زمینه است که ما صرفا یک معرفی کننده هستیم بس. و پرواز را به خاطر داشته باش، پرنده مردنی است. ببینید الان مولانا بین ما نیست، حافظ بین ما نیست، امیرالمومنین علیه السلام بین ما نیستند، اما چه چیزی از اونها بین ماست؟ داستان پرواز هاست که بین ماست. در غرب گفته میشه چی میگه، در شرق میگن کی میگه. این اختلاف بزرگی در تفکر غرب و شرق است. به طور کلی شرق از هر جاش بریم به هر جاش اینه که کی میگه، و همین که گفتن کی میگه بقیه ماجراش حله. اما در غرب اینه که چی میگه. مهم نیست چه کسی میگه، مهم اینه که اون صحبت
چه چیزی، چه پیامی برای انسان داره. از اون در جهت تعالی یک جامعه چه استفاده میشه کرد. ما باید بدون توجه به افراد افکار رو بررسی کنیم. اگه به درد میخوره مورد استفاده قرار بدیم، اگه به درد نمیخوره بذاریمش کنار. و تو 100 تا فکر رو که بررسیش بکنیم، تو 1000 تا فکر رو بررسی کنیم، 999 تاشو بذاریم کنار، شاید یکیش به درد خورد. این چیزی است که ما در فرهنگ شرق باید به وجود بیاریم و اونم اهمیت اندیشه است. مولانا میگه من اگر خراب و مستم سخن صواب میگم. حافظ میگه هر چند غرق بحر گناه هم ز صد جهت، تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم. ببینید اینا خودشونو میبینید به شکلایی بردن در حاشیه، اونجا اهل عشق و اهل رحمت رو پیش میکشه و توجه ما رو معطوف میکنن به اینه که ببین مطلب چیه. دوباره ما خب در شرق یکی از کارهایی که صورت میگیره اینه که فرضاً ممکنه جلسات تشکیل بشه، ساعتها راجع به مولانا صحبت بشه. مولانا چنین بود، مولانا چنان بود، حافظ ال بود، بل بود، نمیدونم سعدی، عطار. این کاریست که خوب ما از اون برمیاد. یعنی یه فرهنگ شاهنامه‌ای، اینه که به اصطلاح قلوب راجع به افراد. اما 2 تا خط از شعراشو کشف رمز توجه میکنید، یا اون کشف رمزی که باید رو آگاهیاشون صورت بگیره از کشورهای دیگه میان. مثلا از ممالک دیگه حافظ شناسای شاید داشته باشیم از خودمون جلوتر باشن، مولانا شناسایی داشته باشیم از خودمون جلوتر باشن. بنابراین این فرهنگ رو میخوایم در واقع تحت شعاع قرار بدیم. فرهنگ به اصطلاح قلوب و راجع به افراد صحبت کردن و راجع به این مسئله باید جای خودش رو به صحبت راجع به آگاهی ها بدیم. زمینه اینه که کارشناس ها بیان پای صحبت افرادی که به صورت تجربی به چیزهایی رسیدن. این هم خودش یک توفیق بزرگی بوده که پیش اومده، شاید هم البته داشته، ولی به هر حال الان این زمینه رو ما مساعد می‌بینیم که کارشناسان فن آمادگی این رو دارن که بشینن پای صحبت‌های افرادی که به خودشون به صورت تجربی اومدن جلو، نه آکادمیک.